قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. نعم یعنی قرض برای همین قرض چی یعنی همین چیزی خطر بودنش به هم به رسول صلی الله علیه و آله و سلم چی از قرض چی میگرد یعنی قرض پناه طلبی دستوده است قرض چی میطلبد یعنی رسول صلی الله علیه و سلم پناه میطلبد ولی چند بار ها گفتیم که قرض چی هستین ذلت اللیل غم اللیل و ذلت النهار یعنی قرض همین چیز قرض یعنی چی غم شب خوری روز شبش که غم غوسنده چیکو قرض میتیان گفته روز شد چینده چینده خور کوچه برمدن نمیتوی بازار رفتن نمیتوی مسجد رفتن نمیتوی برای که آدم ها میخواپنده درنده میگن که قرضتی قرضتی هم بیانه چی میگود رسول صلی الله علیه وسلم قرض چی میگود یعنی میگود که مطل الغنی ظلم ظلم او لین الغنی میگو ظلم یبیح عرضه و عقوبته یعنی این قرض چی میکند ویه عرضشی و عقوبتشی حلال میکند عرضشی و عقوبتشی چی حلال میکند عرض حرام کن ان اموالکم و اعراضکم و دماءکم حرام علیکم كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مستثنا قرض دار عرضش چی میشد یعنی حلال میشد یعنی عرض حق وایبه گاب زنید میشه چی میگید یعنی آدم قرض گرفت نمیتید قادر قرض گرون نمیتید طبعا این درباره چی عاجز یا ناتوانه یعنی آدمی که نمیتواند و معذور نزد الله و نزد بنده لیکن آدم گرفتگی خودش بای مونمود چیشه یعنی خانه های قصر ها شای یعنی بویگری ها شای مثلا یعنی چی املاک بسیار داره که با وجود این قرض نمیتید با اینکه چیکار کرد وای عرضش حلال کرد یعنی این آدم قرض دادگی میتواند که وای چی گپ زنه که نصابش میگه یعنی مشینیک میگه یعنی این خدا شاید دار شده اینکه گفتم به کذاب دروغچی حیله‌گر میگه خیلی چیز و عقوبتش حلال میکنه قاضی به میتونه چیکار کند یعنی حجر کند الحجر علیه مالش چی میکند حجر یعنی تمام باید چی میکند یعنی با مالش کتی امروز همین چیزا کجا گرفتن حکم شرعی گرفتن یعنی نعم یعنی چی میکنن یعنی الغا میکنن مالش یعنی کار کردن نمیتونه یعنی یک خونه فروختن نمیتونه ماشین گرفتن نمیتونه یگون چیز کاره چی میکنن ازاله میکنن یعنی اعتزال میکنن تمام مالش اول پیش مالش لیکن مالت به دست رسوندن نمیتونه علم خیلی چیز یعنی سونی با این مهلت میده اگر با این اندام نشود چی میشه سونی یعنی خودش ممکن چی بکنن یعنی سجن میاندازن علم این چیز قرض یعنی چیز خطیر و اغنینی من الفقر یعنی فقر معناش یعنی کمبغلی فقیری خلو ذات الید یعنی ید چی شدنش خالی شدنش دست خالی شدن یعنی دست از مال از خوردنی نوشیدنی چی خالی میشد ولا شک ان الفقر فيه ایلام للنفس یعنی فقر یعنی آدمی که نجان خوردنش نوشیدنش نه این لا شک نفس چی درد میکنه و الدین فيه ذل دین چی خوری های والمدین ذلیل للدائن والفقیر یعنی چی مدین خار پیشی قرضدار نزد چی قرض دادگی به چی دائم خار والفقیر معوض لما یجره یعنی فقیر مثلا چی میشد دائم یعنی یک چی میشد عرضه میشد یک سبب میشد که چی به کاری حرام بافتد عرضه میشد چی به یعنی یک کاری حرام بافتیدن به چی میشد سبب میشد فقیری یک کاری حرام به ممکن میبرد یعنی خوردنش نه نوشیدنش نه پوشیدن نه کجا میره چه ایلام للنفس درد علم میگیم که علم علم نعم پناه میطلبد رسول صلی الله علیه و سلم الم یاتیکم نبأ الثلاثه یعنی شیخ میگه من سه نفر خبرش نشوندید سه نفری که چی بودن غربه بودند و سون توسل کردن یعنی سه نفر غربه در اومد غور درش پوشته شد سون گفتن که امروز ما به چی غیر از الله تعالی یگان کس چی یاردم نمیتید عملهای صالح یاد بوره توسل کنید گفتن یکمش کرد دومش کرد یکی هاشون چیکار کرد گفت توسل کرده گفت که
گفت که یعنی چی وای یعنی یاد به قصه شدگی آورد گفت که یعنی چی بود گفت یعنی مننده دختری چی بود یعنی اماکم بود اعجبت تو یعنی وای چیکار کرد وای دختر اعجاب کرد یعنی یک چی شد یعنی معقول شد وای دختر معقول شد این بعد و این آدم چیکار میکرد وای یعنی خواستگار بود مثلا همین طلب میکرد وای لیکن وای دختر چه رد میکرد نمیخواست وای دختر چه نمیخواست سونی یک بار مثلا سنتو من سنین یعنی خشک سالی یک بار چه خشک سالی اومد یعنی نباتات و زراعت و چیز نشد یعنی معناش چی گرسنگی سون چی شد یعنی همه چی میشه گرسنه میشد این زن این دخترم گرسنمون محتاج شده چیکار کرد یعنی نزدیکی به اومد نزدیک بچه امکش و پسر امکش اومده چی طلب کرد یعنی یاردم طلب کرد گفت یاردم ده وای مرد چی کرد یعنی رد کرد گفت که نه الا ان تمکنه من یعنی گفت طلب کرد یعنی چی تمکین یعنی معناش چی تمکین یعنی چی راضی میشی یعنی چیزی که میخواهد یعنی نفس شریر گفتم که یعنی چیزی بدی که میخواست هم فجور و فسق و فسادی که میخواست گفت که هم به چی میشی گفت یعنی راضی یعنی زنا به راضی میشی گفت یعنی چی وای دختری که جواب طلب کرد یعنی امر کرد زنا به فاحشه به یعنی و من اجل ضرورتها یعنی وای چی وای دختر ضرور یعنی گرسنگی فقیری کمبغلی از سبب همین ضرورت و گرسنگی تشنگی کمبغلی چی شد موافق شد موافق شد فلما جلس منها مجلس الرجل من امراته معنی این قول چی وای یعنی خیلی که مثلا هیئت مرد از زنش خیلی که میستاد یعنی مراد چی یعنی کنایه از جماع یعنی حالت جماع وقتی که تیار شدن یعنی هم حالت مثلا چیز به من فاحشه هم می سبب باشه که تیار شدن همین چیز به همینند این دختر گفت که یا هذا گفت که اتق الله لا تفض الخاتم الا بحقه یعنی خاتم یعنی خاتم میدنه انگشتر نک چیزا همین چیز مثلا چی یعنی مراد از این چیز یعنی خاتم فقط به حقش گیر یعنی معناش شده تو این کاری کار سادگی به حق یعنی تو مثلا که به میتونه یعنی ملکی یمینت به که زوجت به این از کار کرده سادگی به یگون چیز حق نداره این چیز به این چیز چی حساب میشد فاحشه زنا یعنی هر چیز به حق خودش کرد حتی یک مثلا سوزنه به حق گرفتن ممکن نه تو این کارات به حق استاده وقتی که همین چیز شنید همین کلمه اثرت هذه کلمه فی الرجل یعنی تاثیر کرد مرد به تاثیر کرد یعنی برای که کلمه نابع یعنی ینبوع یعنی از دل زده بر اومد یعنی خیلی که آب از کوه میبرد که انا میخوام این کلمه دل بر اومده بود فقام عنها مباشرتا توبه کرد و خیست از جایش قال فقمت عنها و هي حب الناس الی یعنی گفت که من ترکش کردم و وای حالا که وای محبوب ترین آدم برای من بود لیکن برای همین کلمه یعنی چی ترک کردم این چیزه یعنی از شاهد شیخ این قصه چی با آورد مقصد چه مقصد میگه فانظر الى الفقر فان هذه المرأة ارادت ان تبيع عرضها بسبب الفقر نگار میگه به سبب کمبغلی مثلا چیکار کرد یعنی زن یعنی عرضش ناموسش فروختن به تیار شد برای همین رسول صلی الله علیه و سلم از چه کمبغلی پناه میطلبد یعنی رد که ها به صوفی ها به تبلیغی ها به یعنی گرفتیم که یعنی وقتی که به نزد امام احمد میاد میگه که من حج کردنی لیکن بی مال بی ذات همراه خودم سوار نمیگیرم خوردنی نمیگیرم همین چی دو پونکت هم خیلی سفر کردنی یعنی از بغداد تا مکه یعنی ماه دو ماه پیاده رفته می اومده و چیز نمیخورد چیز نمینوشد امام گفت ما فی مشکل گفت کن گفتم میکرد لیکن بدون قافله هم ترک کن گفت خدا تنها روند فکر لا گفت لابد من قافله لابد گفت بقافله قافله یعنی گروپا گفت که اذن انت تتوکل على قافله تو الله بتوکل نمیکنی تو قافله بتوکل کردنی خیلی یکش میبینه رحمجه بیاد میشنونه دویمش میبیاد خوردنی میتیاد سیمش میبیاد لباسات میتیاد یعنی گدایی این صوفی ها میخیل صوفی ها میگوید که چی ما الله بتوکل کردیم لیکن نزد یک آدم اومده نیم ساعت شکایت میکنه توکل یعنی معنیش یعنی چی پروسس شده است وای کی به
اینا چی گفتیم ابن الجوزی؟ هؤلاء ما متوکل لیسوا بمتوکل انما متواکلون متآکلون. تآکل یعنی مال آدم‌های به حرام میخورد، دوزها، نصاب‌ها، اینا صحیح، اینا مثلا غارتگرا، اینا هم بیانه. وقتی که دست امام ثوری به یک بار چی میبینن؟ دراهم میبینن که دراهم شمرده است. یعنی ثوری گفتگینده سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری شوندگینده، یعنی ما چی یادمون میبیاد؟ زهد و ورع و تقوی و علم و امامه یادمون میبیاد. تمام مرادف شد. یعنی ثوری گفتگینده دست چند دینارای میبینن، دینار شمرده است. فکر میکنن که یعنی ثوری چی از دنیا، یعنی چی نمیخورد نمینوشد نمیپوشد، یعنی چی مثل فرشته آسمان پریده میگرد. یعنی گفتن که ابو عبدالله انت امام و فی یدیک هذه الدنانیر، گویا که کاری حرام کرده که بایی. گفت که بله، گفت بله. کلمه ذهبی گفت که منهج اهل سنت با من کلمه گفت که دنانیرهای گفت که لولا هذه گفت لصرنا منادیل بيد الأمراء والأغنياء، لصرنا منادل بيد الأغنياء والأمراء. اگر همین دینارها نمی بود ما چی میشدیم؟ دست بای و امیرها به مندیل میشدیم. مندیل مینید که مندیل یعنی سالفت که یعنی دست پاک کنک میشه وای خوبه. امروز شد که میخلا یعنی دست پاک کنک یعنی اعوذ بالله لطه بیا میگو تکبر رود به دستم پاک کنم، دستم افلاس شده یعنی داویده میبیاد یعنی 4 تنگ میتیاد گفته یعنی نف یعنی چی آدم شرف دارد. آدم انده مثلا چه هیچ وقت آدم چه رسول صلی الله علیه و آله میگه که لا يحل لامرئ مسلم ان يذل نفسه، یعنی انسان هیچ وقت خودش خار نمیکنه، خار نزد الله تعالی به میکنه دادن. هیچ وقت خار مثلا چی باید همین بچه میبینن یعنی سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنه ببینن که مدائننده. سلمان الفارسی کی بود این آدم؟ چه گندم برداشته گشته است، یعنی تجارت انده، بردارال میخرد میفروشد. بو هم قول گفتن سلمان الفارسی انت سلمان و انت کذا و کذا، کار کرد سودی؟ فکر نعم گفت. این اثر ابن ابی حاتم و امام احمد کتاب زهدن به اسناد صحیح میبرند که لولا میگفت نعم ان النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت. نفس باید که طمأنینه شود به یک چیز، یا که به حلال یا که به حرام. اگر به حلال و آرام نکنونه و خودش به حرام کتی آرام میکنوند. برای که نفس حرکت میخورد، حرکت میپوشه میخونه. اگر و به حلال جا به نبیاره و تو یک جا میبرد، یعنی جا میبرد در این مسجد به میشنونه داد، در این مسجد به میشنه. بعد دیگه معناکتی چی میکند؟ یعنی امروز گداها هر خیلی شده که جمعیه میکشد، یعنی یعنی اینو چی میگن؟ یعنی گداهای به مدنیت، همین تراث مثلا جمعیت البر همش همین چیه فوق گداها همینا. دیروز مثلا همینا یعنی اصلش چی در این مسجد بشده میطلبید، اینا کمتر اکو چی شدن، یعنی کمتر به مدنیت شده، چیکار کردن؟ با دیگر راهکتی میطلبن، یعنی با دیگر راه میطلبن. یعنی برای رسول صلی الله علیه و آله این چیز به هیچ وقت چه نمیموند، یعنی همه چی میکرد، یعنی کار به عمل به محنه به کسب چه ارشاد میکرد. به عمر رضی الله تعالی میگه که تعلموا هذه المهن فانه یوشک ان تحتاجون الیها، یعنی کسب هنرهای یاد گرید میگفت. یاد گرید که یک روز شما به محتاج میشید، هم به محتاج میشید میگفت. هم به چی میشید؟ یعنی محتاج میشید میگفت رضی الله تعالی و ارضاه. هم به رسول صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ بهترین طعامی که انسان میخورد این چی بود؟ به عملی یدش. حتی داوود علیه السلام به عملی یدش میخورد. با دستت کار کرده، عرق پیشونه ریزونده، همین که چی میکنی؟ یعنی کار کرده میابی. اما مثلا این خیل صدقه طلبیدن، صدقه گرفتن، این چیز درست نه، یعنی این چیز چی درست نه. یعنی هم به رسول صلی الله علیه و سلم که اگر مال تو به چه هدیه به شرفی، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم یک روز عمر به چی میتیاد رضی الله تعالی عنه به یک مال میتیاد، هدیه میتیاد. عمر میگه که یا رسول الله، میگه لو اعطیت من هو احق منی، یعنی احوج منی الیها، یعنی میگه یا رسول الله، میگه مال
از من حاجتمندترین آدم به میداده؟ گوید عمر گفت که یا عمر گفت، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت یا عمر گفت اگر همین مال من غیر شرف نفسک بیاید، یعنی به اراده به خواهش نفست بیاید گیر، و اما نفست طلب کند نگیر. این مثل چی میشه؟ یعنی مثله کمثل الذی یاکل ولا یشبع. اگر نفست که طلب کرد نگیر و چیزه نگیر، که وای مثل چی میشه؟ میخورد هیچ نیکی سیر شود. ها فهمدید؟ هم به امام احمد میگوید که شرف یعنی چی؟ نه فقط به زبان کت طلبیدن، حتی به دلت همین چیز طلب نکن. یک آدم دیدی که آدم بچه مالدار، ملک شای مالدار، آدم بوی، هیچ وقت وای بچه نگاه نکن. طلب زبان نه، وای زبان از زبان که طلبیدن زبان کنده شود، اعوذ بالله. حتی به دلت کتی وای بچه نگو که همین یک شاید من بگم چیز تیاد گفت، حتی دلت بچه هم چیز نبیاید. یعنی فهم که دلت به یک چیز اومد، فهم که چی یعنی کسلی داری، از جیده گریز این کار ترک کنی، گریز اینجا. حتی به دلت چی فهمدید یا نفهمدید این چیزا؟ یعنی با زبان طلبیدن وای با گفتن که برادر من حالتم وضعی من بیاده این چیز، اعوذ بالله. یعنی از این حالت چی میگوید؟ یعنی یعنی این شرمندگی، این چیز این یعنی اصلا مرد به لایق نه این کار. این چیز یعنی آدم طالب علم فضل نیستن، طالب علم نگفته، حتی این انسان این کار نمیکند. یعنی چی خیل مثلا جوان دو دست دو پا سلامتی مثلا سوی خیل مثلا رفته، یعنی چی شدی؟ یعنی اعوذ بالله. یعنی خودت هم زنهایی که در این مسجد به استاد طلب میکنه به منو برار میکنه این کار کردی. این چیز نه. دلت به یک چیز نبیاد، همین چیز فرق نکنون. همین آدم مثلا چه دوتا آدم اومد، مثلا یکتاش مالدار یکتاش بیمال، اگر دیدی که فرق از پشت مالش فرق کرده استاده، تو فهم که تو بیمه چی مرده ای، فهم که تو مرده ای، فهم که چی مرده ای. وای به ننگر، هر دوم باید که تو به نزدتون فرقش نباشد، هر دوش چی فرقش نباشد پیشتون. این چیز چی مهم جدا. هم به انسان چی میطلبد نگرید، رسول صلی الله علیه و سلم چی عافیت میطلبد، عافیت میطلبد از این چیز.